بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مزمل به خاطر گفته شده کلمه مزمل در این جمعه در خود همین سورت که در اول است و خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. مزمل دو معنا داره، یکی کسی که کالا را در خود پیچانده باشه، دوم کسی که برداشت یک امر سنگین میکنه. این معنا خیلی بهتر و راجح است، چرا پشتی سر آیاتا کلش قرینه و دلیل بالای است که پیغمبر برداشت یک ذمه‌واری بزرگ کرده. از او خاطر خطاب به پیغمبر به مزمل میشه. او این واقعه او در او حالتی نبوده که پیغمبر کالا را چی کرده بوده، در جان خود پیچانده بود. مدثر صحیح است که در اونجا کالا را پیچانده بود، در اینجا او طور نیست، بلکه مزمل معنای کسی که یک امر سنگین در دوش خود گرفته. از او خاطر صورت به نام مزمل یاد میکنه. این صورت هم مکی است، تمرکز بسیار از سوره های خیلی اولی صورت های وقت نزول است. از او خاطر آن چیزی که برای پیغمبر مناسب است در حالات اولی امو هدایات الله تبارک و تعالی برای پیغمبر میده. سوم صورت است در نزول خود که قبل از سوره مدثر و بعد از سوره قلم که ما شما اقرا بسم ربک الذی است نازل شده. ارتباطی صورت قط ما قبل در ما قبل الله رد کرد بالای اقسام شرک، هر نوع شرک، شرک در عبادت، شرک در علم، شرک در دعا، شرک در تصرف، کلی از یار در سوره جن الله تبارک و تعالی بیان کرد. در اینجا الله تبارک و تعالی ترغیب میده به سوی تلاوت قرآن، خواندن قرآن کریم، به خاطر که استقامت یا درستی توحید الله توسط قرآن میشه. از او خاطر دعوت میده که قرآن خوانده شوه و بلکه در قرآن در خواندنش تدبر شوه. او تدبرم هنگامی که شب باشه و کلگی استراحت کرده باشه، تنها تو به خود قرآن میخوانی، اونجا باز الله تبارک و تعالی ارتباط قلب و زبان خیلی موافق می باشه، یا گوش و زبان خیلی موافق می باشه، یا فکر و زبان خیلی موافق می باشه. انسان میتونه در این آیات قرآن کریم بسیار بیاندیشه، خصوصا در تلاوت شب. این بسیار رول مهمی داره و برکات خیلی زیادی داره که از طرف شب قرآن خوانده میشه، مردم دیگه خواب باشه. موضوع مرکزی امی صورت هم هدایات بزرگی که برای پیغمبر در اول حالت نبوتش است او را برای ما پیش میکنه. از یک طرف الله تبارک و تعالی امر به ثبات و پایداری پیغمبر میکنه که پیغمبر چقدر استقامت اختیار بکنه، از طرف دیگه برای از اینکه کامیاب باشه، تسلی قلب برش حاصل باشه، باید از نماز شب کار بگیره، عبادات الله را زیاد بکنه. علت چی است؟ در موقعی که انسان در دوچار مشکل یا مصیبت و اضطراب و پریشانی باشه، یگانه چیزی که به انسان تسکین خاطر میده کتاب الله تبارک و تعالی است. البته دادن تسکین از طرف قرآن به دو قسم است. یکی خود قرآن، امی کلمات تلاوت قرآن کریم، این بر انسان یک نوع خوشبختی و خوشحالی را نصیب میکنه، یعنی طبیعت آدم تازه میشه، آزاد میشه. دوم قرآن چون جامع علوم است، زمانی که تو دوچار یک مشکل باشی به این طور آیت سر میخوری که بالکل امو مقصدی که تو داره بری تو درس میده، یک درس بری تو حاصل میشه. قرآن کتاب جامع است. هر کس که در مجلس قرآن آمده کدام گپی که در دلش گشته در اثنای ترجمه قرآن کریم حتما اینطور حالت برابر میشه، امو گپی که در دل داره قرآن امور جواب میگه. شما شاید تجربه کرده باشه یا نکرده باشه. این یکی از جمله اعجاز قرآن کریم است. یکی قاعده است در بیرون امو کار قطعتون انجام داده میشه، مردم قطع جر بحث میشه. در روزی که ترجمه قرآن در کدام جای رسیده باز میبینی که فقط تو میگی نوعی آیاتا نازل شده و برای امی واقعه و حادثه نازل شده. این شما تجربه کنید در طول عمرتان، مثل که فقط اینمی آیاتان نو نازل شده و به خاطر اینمی واقعه نازل شده. این یکی از جمله اعجاز قرآن کریم است. پیغمبر علیه السلام روزای اول زندگی چون که زمانه دعوت جدید بود، از امو خاطر بسیار پریشان میشد، دعوت میداد، مردم در کدام حالت بود، حتی کسی به شنیدن آماده نبود. از او خاطر زیاد پیغمبر علیه السلام پریشان میشد. الله تبارک و تعالی امر کرد از طرف شب تهجد بخوان، قرآن خوب مرتل بخوان با تدبر و تفکر، تا که تو درک کنی که کتاب الله کدام طرف دعوت میده، تو چی آداب اختیار کنی برای دعوت خود. از او خاطری صورت از اینمی موضوعات برای ما بحث میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم به نام الله که به اندازه مهربان نهایت رحم کننده است. یا ایها المزمل، ای شخصی که المزمل تحمل کرده ای، برداشت کرده ای ذمه‌واری بزرگه، امر ثقیل، امری که خیلی سنگین است. مزمل این معنا راجح است، اگرچه بعضی مفسرین میگن مزمل کسی که کالا را در خود پیچانده، کالا را در خود پیچانده. پیچاندن کالا از دو وجه میشه. یکی است که مردم تو را بدرت میگه و تو کالا را جمع میکنی، حرکت میکنی از این مجلس. یکی در این صورت پیغمبری که این حالت ها سرش زیاد آمده. یا است که غم گرفته تا، بسیار خونجیگر هستی، انسان که خیلی خونجیگر باشه خانه که میری چی میکنی؟ لیف سری خود کش میکنی، همینطور قرار میفتی. حتی خانه مگه از پیشت پرسان میکنه دیگه جواب هم نمیگی، به خود همینطور دردمند هستی. لیکن این آیات ها پشت سر که میه مناسب این ترجمه نیست. چرا؟ پشت سر پیغمبر علیه السلام دستورات داده میشه که کلش امور سنگین است. قم اللیل الا قلیلا، قیام کو در شب، الا قلیلا مگر کم. کم دو معنا داره، شبا را قیام کو الا قلیلا مگر کم شبا را قیام نکو، یعنی کل شبا را قیام کده برو. اگر بعضی وقت شبا که عذر است، تکلیف است برات قیام نمیتونی، پروانه داره. یک قم اللیل، تمام اجزای شب، تمام اجزای شب، اوقات شب قیام کو الا قلیلا مگر خیلی کم از اجزای شب. این مناسب هم است که نصف او قطع ما بعدش قطع ازی خب میلگه و این راجح است. تمام اجزای شب در قیام ترکو، در عبادت الله. اینجا مراد از قیام تنها همونطور بیدار تیر کردن نیسته، مثل که آلی مردم ما زمانی که شب قدر چی میکنن؟ میشینن میگه ما بیدار تیر میکنیم، قطع بازی خود شروع میکنه. بلکه مثال کسی برام گفت که رفته بودن تربوز هم پرت کرده بودن از یک جای، میگه ما در شب قدر نشستیم. ایرا نمیگه، یا تلویزیون اسای کده فیلم ها را دیده صبح بگویه که ما در شب قدر نشستیم. این مراد از این قیام عبادت الله تبارک و تعالی است. توجه انسان تام شوه، دلت مکمل جمع شوه، زر طرف فکرت مکمل جمع میشه و فقط طرف الله تبارک و تعالی میشه. صفات الله را در پیش خود پیش میکنی، حالات خود پیش میکنی، نعمتهای الله را پیش میکنی، خطایی و گناهای تا پیش میکنی، آخرت در یادت میاری. اینی را میگه قیام در شب. از امو خاطر است که پیغمبر علیه السلام اهتمامی امر زیاد میکرد و صحابه کرامم. تنها گپ ده ایست که سری پیغمبر فرض است، فرض بود یا نه که سنت بود. راجع قولی است که در اوایل فرض بود، لیکن بعداً چیستا سنت شده بود بالای پیغمبر علیه السلام هم. این قول قوی تر است. نصف و من قسم منه دیگر دا این معنا قم اللیل، در نماز تر کو، در عبادت الله تبارک و تعالی قیام بکو شب، اجزای شب الا قلیلا مگر کم از اجزای شب قیام نکو، یعنی کم اجزای شب استراحت بکو، دیگه اکثریت شب تو باید قیام بکنی. نصفه عالی تعیینش میکنم، نصف شب که نصف میشه اجزای شب، او انقص منه یا ازو کدم کم، قلیلا یا کمکی کم، اینالی که کم کنی سلس میه، سلس یعنی از نصف قدم کم این سلس میه. او زد علیه یا زیاد کو بالای سلس یا بالای نصف، هر دو ترجمه آمده. راجح است که بالای نصف یا از نصف قدر زیاد کو که یک سلس تو خواب ببری، دو سلس تو در عبادت الله تیر کنی. پیغمبر علیه السلام در اینجا مختار شد، یا است که یک سلس خواب میکنه، دو سلس به بیداری به عبادت الله تیر میکنه، یا است که نه دو سلس خواب میکنه، یک سلس به عبادت الله تیر میکنه، یا است که شب نصف میکنه، نصف استراحت کنه و نصف عبادت الله تبارک و تعالی را کنه. این اختیار به پیغمبر علیه السلام داده شده. خو لیکن در هر صورت ورتل القرآن ترتیلا. چرا؟ عبادات شب که وقتی عبادت دور دراز میشه، مثل نماز تراویح واره دیگه، آلی بعضی اوقات آدم تلاوت زود میخوانه. الله میگه ورتل القرآن، واضح بخوان قرآن کریم ترتیلا، با واضح خواندن، وقفه خواندن. ترتیل چند معنا را بعد حرفا را از مخرجش ادا شوه، دیگه وقفه خوانده شوه، اینطور جلتی نباشه، واضح خوانده شوه، اینطور زنجیروار نباشه، و دیگه رعایت قوانینش کرده شوه. این در هنگام تلاوت است که آدم تلاوت میکنه. بعضی دوستا میگه در ترجمه قرآن کریم هم ما چی کنیم؟ رعایت قواعد تحسینی تجویده. دو قسم قواعد است، یکی واجبی است که مثلا ادای مخرج از هر حرف
یک امر ضروری است او یکی تحسینی است. را پر بخوانیم، لام پر بخوانیم، مد بدیم، چقدر به چی اندازه، این قواعد تحسینی است. در هنگام ترجمه این شده نمیتونه که کسی بگوید که یا ایها المزمل آل غنه بکو، این گپا را مراعات کو. در ترجمه قرآن این گپا نمیشه. این در هنگام تلاوت است که تلاوت میکنه آدم. اینجا خب مقصد بیان معانی است، در اینجا گپا نمیشه. یک تعداد برادرها میگه که شما قرآن کریم همینطور میخوانی. خب چی طور بخوانیم؟ او در وقت تلاوت است. در وقت تلاوت به ترتیل خواندن این ضروری است. حالی در اینجا پیغمبر علیه السلام چرا میگه که به ترتیل بخوان؟ واضح وقفه به خاطر که تدبر شود در معانی و مقاصد قرآن کریم، فکر برابر شود طرف ازی. پشت سر بر ما میگه که اینجا این ناشئه اللیل هی اشد وطئا، اونجا موافقت میاد امرای گوش و زبان، امرای قلب و زبان، این فکر آدم جمع میشه. از او خاطر وقفه بخوان. از این بر ما معلوم میشه که کدام تراویح که در این دیار افغانستان به نام تراویح میخوانه و بلبلک واره زبانا شور داده میشه، خب کس نمیفهمه که قاری صاحب چی گفت. این عبادت الله نیست، این توهین قرآن است، استهزاء بالای کتاب الله تبارک و تعالی است. اگر این مردم توقع و تمنا داره که ما ثوابا را بردیم به خاطر که در رمضان مبارک نمازهای زیاد خواندیم، نه نماز قدرش کرده و نه تلاوت قرآن قدرش کرده. نماز خو تسبیحات تکمیل نشده، سبحانك اللهم درودات تکمیل نشده، رکوع و سجده خو به هیچ وجه درست نیست. امو ترک قومه و جلسه را کرده که پیغمبر سر صحابی 3 مرتبه پس از سر نماز دور میداد. از او خاطر این طور عبادت ها به نزد الله مقبول نیست. خو این مردم زبانی طعن بالای کسایی میکنه که 8 رکعت میخونه، نفل است، دلتش از پیغمبر ازش زیاد قطعا ثابت نیست که خودی پیغمبر ازش زیاد کرده باشه، لیکن او امی قسم تلاوت کرده که واقعا حق قرآن ادا شده. اگر یک کسی پیدا میشه و امی قسم تراویح میکنه، الحمدلله از ما چندین سال است امی قسم است، 8 رکعت 20 رکعت هم ما خواندیم و هیچ کدام ممانعتی نیست. نماز نفل است، الله توفیق برات بده. 36 هم آمده، 42 هم آمده، 20 هم آمده. اکثر مردم خودی معمولی پیغمبر 8 رکعت است، لیکن درست خواندن است، 2 ساعت در بر میگیره. مثل نمازهای دیگه وره قومه جلسه، بلکه تسبیحات در سجده و رکوع در این نمازهای نفل دور و دراز میشه. نمازهای نفل پیغمبر همینطور بود، اما مردم به خلاف میکنن. همین علما را خو یک دفعه شما مورد سوال قرار بده، بگویید کدام کتاب آمده که تراویح به این سیستم خوانده شود؟ این چی مطلب داره؟ این را پیغمبر گفته، صحابی کرده که شما این کار میکنی؟ قرآن خو میگه ورتل القرآن ترتیلا، شما قرآن خیلی به ترتیل بخوانی. او تو خو قاری صاحب بس پیش چی طور کار جور کردی؟ ختم 3 شبه. باز یک بدبختا پیدا شده ختم 1 شبه را میکنن که در 1 شب ختم میکنن. تو از قرآن چی را بردی؟ در حدیث خو من آمده گفته که از 3 روز قبل اگر کسی از 7 روز قبل قرآن کسی ختم میکنه و فقاهت قرآن نمیدانه. او صحابه معمولش همینطور بود، منزلای قرآن کریم که 7 منزل بود، به می خاطر که در 1 هفته قرآن ختم میکردن. عام و اکثر عادت صحابه کرام به می سیستم بوده. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقینا ما القا میکنیم مندازیم بالای تو قولا گفتاری را ثقیلا که خیلی سنگین است. سنگین به اعتبار نزول است. وقتی که وحی نازل میشد بالای پیغمبر بسیار فشار می آمد، حتی در زمستان پیشانی مبارک عرق میکرد. اگر سری شتر نشسته می بود، سوار می بود، شتر جا بجا خواب میکرد، می نشست. یا ثقیل سنگین است به اعتبار تبلیغ که به مردم مطالب و مقاصدی از این میرسانی، بسیار سنگین است. چرا سری مردم این گپا بسیار بد میخوره. سالا کسی که به بت سجده کرده و یه روز برش میگی که بت هیچ چیز نمیتونه، هیچ چیز نمیتونه، به الله سجده کو، بسیار غمگین میشه که من اینقدر عمر محنتی ما از دست بردم، هیچ چیز برام حاصل نشد. حالیم قبر پرستارا که میگی که به یک الله تبارک و تعالی عبادت کنی خیلی سرش سخت تمام میشه. دو ثقیلا سنگین است. سنگین است چی؟ دعوت به قرآن کریم. این قرآن کریم که کسی را دعوت میدی، چرا؟ حتما مردم به دورت میگه، دودش نام میگه، یا شکنجه میکنه، یا سنگری مقابله را برات جور میکنه. از او خاطری ثقیل است. معلوم شد که اونجا مزمل معنایش نمی بود که تو عهده بزرگ سنگین بری خود متحمل شده. این ناشئه اللیل، یقینا قیام شب،
خیستن در شب هی اشد، خیلی سخت است، سخت اثر داره. وطن از روی پایمال کردن نفس پایمال میکنی، فکر جمع میشه، طرفی الله تبارک و تعالی پیدا میشه. و اقوم قیلا، خیلی راستر است قیلا از حیثیت خواندنم بسیار درست میباشه. چرا؟ به خاطری که توجهت خوب برابر میباشه، آرامیست، دیگه جنجال برات مزاحم نمیشه، گفتاری تو هم خیلی بسنجش میشه، خیلی به نظم میشه. از دو خاطر یا مراد از وطن هی اشد وطن، خیلی موافق است، مانای پایمالی نه، مانای موافقت داره. امی قیام شب خیلی موافق است، گوش و زبان قطعی خود موافق است. چرا که گوش میگیره برای زبان که چی میگه، یا موافق است امرای فکر قلب، امرای تلاوت زبان. کدام زبان که تلاوت میکنه قلب دو فکر کرده رویسته. چرا؟ شب آرام است، فکر آدم جمع است. از او خاطر انسان میتونه از آیات قرآن کریم خوب مطلبا را گرفته بتانه. ان لک فی النهار سبحا طویلا، یقینا برای تو پیغمبر علیه السلام در روز سبحا کار و شغل است، طویلا دراز. دینیست یا دنیوی؟ پیغمبر علیه السلام طور نبوده که تنها در غار نشسته باشه الا کاری دین بکنیم، نصرانیت هم نبوده، او تنها دنیوی هم نبوده که یهودیت شب و روز پشت مادیات دنیا، این طور هم نبوده. کاری دین در وقت دین میکرد، در وقتی که کاری دین است، دنیا را در وقتی که کاری دنیا است، در دو مصروف و مشغول بود. وذکر اسم ربک، یاد کو بر علاوه شب نامی پروردگاری تا، یعنی الله دا یادت باشه در هر موقع. یاد الله امیر میگه که در هر موقع هر حرکتت مطابق دستور الله تبارک و تعالی باشه، یعنی دستور الله را عملی بکو. یا است که نام الله را در زبان گفته برو، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، تسبیحات بگو. و تبتل الیه تبتیلا، قطع خدا کناره کو الیه بسوی الله تبارک و تعالی، تبتیلا به کناره کردن، یعنی تعلقات و روابطی تا طرف الله تبارک و تعالی کو، از دیگه تعلقات و روابط قطع کو. اینجا خواهیت امر میکنه پیغمبر علیه السلام که تبتل کنه، و تبتل امی ترکی مردم است. حالان که اونجا رهبانیت در قرآن مزامتش بیان شده بود، رهبانیت هم عبارت از ترک لذایز بود، مردم ای گپا را ترک کردن بود. جواب است یکی ترکی عزیزت که مردم با کلی ترک کنی، در صدد ازی اصلاح از یا نباشی، دعوت از یا نباشی، بس دیگه کل عمر اختیار میکنی در اونجا. او یکی تبتل است، تبتل در موقع عبادت روابط دیگر را قطع کردن. خب باز در میدان دعوت رفتن، پیغمبر زندگیش طور نبوده، در موقع عبادت بالکل عبادت الله را میکرد، باز میدیدی که در میدان دعوت است، باز میدیدی که در سنگر است، باز میدیدی که احوال ازواج مطهرات میگیره، باز میدیدی که او مشکلات و چیستا مسائل زندگی خود حل کرده. اینی را میگه تبتل، نه او روحانیت. و خو فقط میگه خود بیغم کنیم، با مردم سر و کار نداشته باشیم، و اونجا گوشه میشه. او در اسلام نیست. رب المشرق و المغرب، مالک و متصرف مشرق و مغرب است. مراد از پیشش تمام کناره های زمین، هم اطراف عالم، کلش مالک و متصرف الله است. لا اله الا هو، نیست لایق بندگی و پرستش غیر از الله تبارک و تعالی. فاتخذه وکیلا، پس کدام ذاتی که قابل پرستش و بندگی است بگی جور کوره، وکیلا کارسازی خود، عقیده کدام موردش که کاریت الله برابر میکنه. چرا؟ او مالک متصرف مشرق و مغرب است، اطراف اکناف عالم کلش در زیر قدرت الله تبارک و تعالی قرار داره. اعتمادی تام سری از او باشه، او رم زمواری خود جور کو، تو نشوه که نعوذ بالله کسی دیگر به زمواری خود قرار بدی و خود به او تسلیم کنی. واصبر علی ما یقولون، صبر بکو به او گپایی که مردم میگه، دودشنام میگه، رقم تهمتا میکنه، سر و صدا و تبلیغات میکنه. و هجرهم، بگذار واره، ترک واره، هجرن جمیلا، به گذاشتن خیلی زیبا. گذاشتن خیلی زیبا، نه که تو علی بطای از واره دودشنام بگی، عینا عمل به مثل ازوا بکنی. این حجر جمیل میگه. یک آدم قطع سخت میکنه، از خشونت کار میگیره، تو در مقابلش از خشونت کار نمیگیری. البته ای در موقعی که از نرمی تو سوء استفاده نکنه. اگر میفهمیدی که از این نرمی دیگه سوء استفاده میکنه، باز علیه انتقام بالمثل خو قرآن بر ما جایز کرده. اما این زمانه است که پیغمبر علیه السلام تنها است، کسی قطعش نداره، مرکز نیست، مردم و رفیقا و امراها زیاد نیست. از او خاطر پیغمبر علیه السلام از شیوه دعوت نشان میده. یکی خو از صبر و تحمل کار بگی،
دوم یارا بگذار که وقتی در خشونت میرسه دودشنام میگه یارا ترک بکو. این موضوع به ما شما پیش میشه. در یک موقع هستی تنها هستی و تو گپ و دلایل قطع مردم شروع کردی خیلی به اسلوبی نرم، خب مردم خیلی شدت کردن، باز تو قطعش نپیچ، ترکشان خیر است دیگه، ایره ادامه نده که به خاطری که باعث چی میشه زیاد شدت و سختی از او میشه. اینی را حجر جمیل میگه. و ذرنی والمکذبین وللنعمت. بله این معامله خوب بسیار دلخراش است. تو دعوت به حق میدی، دلسوزی سری از واداری و دودشنام برد میگه او بگذاریشم چقدر دل آدم کفت میکنه. الله میگه و ذرنی مرا بگذاره، پیغمبر علیه السلام، والمکذبین و مردمایی که تکذیب میکنه، اولی النعمت که صاحبان ناز و نعمت است. الله همه چیز برشان داده، هیچ چیزشان کم بود نیست، عقل داره، حواس داره، رای حق و باطل تمیز کرده میتونه. یا اولی النعمت صاحبان مال دارایی است، اولاد هم داره، ناز و نعمت است. و مهلهم قلیلا، اگر کشوفش از واره میبینی ایتورام نگوی که چرا وا زندگی خوب مرفع داره. و مهلهم بگذار واره، مهلت بدی واره، قلیلا یک کمی، باندمی حالتی موجوده او مردم همونطور مغروب بود، امور رقم نعوذ بالله دعیش و عشرت باشه. این موقع الله برشان میده به خاطر که حجت تمام شود. روز قیامت الله برش بگوید که چطور موقع بود. ان لدینا انکالا، یقینا پیش ما، انکالا قیدهای گران است، و جحیما آتش افروخته است، عذابایی که عبرت از پیشش مردم بگیره. و طعاما خوراکای از ذاغصت که در گلو تیر نمیشه، و عذابا الیما، عذاب خیلی دردناک، صاحبایش سخت دردناک واقع میشه. این مردمی تو انتظار نکنن که ما همیش اینمی کش است، اینی فش است، اینی حال است، اینی روزگار است، اینی ناز و نعمت است. نه، برای ازیا مهلت بده، تاریخ داره. الله تبارک و تعالی ظالم نیست، بی حجت کسی را عذاب نمیده، موقع میآید باز اونجا الله تبارک و تعالی عذابا را برش پیش میکنه. انسانایی که نمیفهمه، از فکر عمیق خود کار نمیگیره، زمانی که خود در ناز نعمت میبینه البته میگه الله مرا دوست داره. امروز اکثر مردم ها همینطور تصور میکنه که اگر راه های حرام برش برابر میشه میگه ای نه الله مرا چی؟ الله مرا خوش کرده که دور کارا برام میده. خبر نداره که روز تا روز غرق شده رایستی، بلست در زمین داخل شده رایستی، خود درک نمیکنی. بله انسانی که تکلیف برش برسه توجهش طرف الله تبارک و تعالی پیدا میشه، متوجه میشه که بعضی کوتاهی و قصور مدارم باید رجوع به الله تبارک و تعالی بکنم. یوم ترجف الارض، در روزی که بلرزه یعنی حرکت بکنه زمین، والجبال، امی ریزه شوی کوها، و کانت الجبال، می باشد جبال امی کوها، کثیبا تلی ریگ، مهیلا که روان باشه، پرنده شوینده، مهیل ریگی که می پره، یعنی این امی کوهای سخت میبینی که با مثل ریگزار، امی تلی ریگی که خورد است که ماسه بادی برش میگه، اینی طور ماسه بادی واره پراگنده ده هوا میشه. ان ارسلنا الیکم رسولا، یقینا ما روان کردیم بسوی شما رسولا پیغمبر، شاهدن علیکم که شاهد است در روز قیامت بالای شما شاهدی میده که آیا دعوتش پذیرفتی یا نپذیرفتی، تبلیغ برشان کردی یا نکردی. یک معنا شاهدن که معلم است علیکم بالای شما مسائل توحید و راههای سعادت و نیکبختی را، راههای شقاوت و بدبختی را مکمل بر شما بیان واضح میکنه. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، چیزی جدید نیست مثل که روان کرده بودیم به سوی فرعون پیغمبر. فرعون خواست شما که خیلی سخت کافر بود، خو لیکن در کدام سرنوشت رسید؟ اهل مکه شما پیغمبر چرا نمیپذیری؟ به سرنوشت فرعون خود مبتلا میکنی. فعصا فرعون الرسول، نافرمانی کرد فرعون از پیغمبر که موسی علیه السلام بود. فاخذنا، پس ما گرفتیم، الله میگه به عذاب خود، اخذا و بیلا، به گرفتن خیلی سخت. فکیف تتقون، پس چه قسم شما خلاص میکنی خدا از او عذاب الله تبارک و تعالی، از گرفتی الله. ان کفرتم، اگر شما انکار میکنی یوما، از او تو روزی که یجعل الولدان میگردانه، الولدان بچه ها را، شیبا پیر، روزی که بچه ها دو پیر میشه، اینطور حالت سختی میه. مردم گاهی که سوال میکنی چند سال هستی؟ 25 ساله. سرت خود سفید شده، چی میگه؟ های سرمه اینطور حالت های سخت تیر شده، غما تیر شده که پرسان نکو، مصیبت ها را دیدم، از او خاطری سر سفید میبینی. روز قیامت هم اینطور روز است که اطفال
پیر میگرده از دست سختی و تکلیف او روز. الله تبارک و تعالی میگه چه قسم خدا باز نجات میدن از گرفت الله دوجه که طفل پیر میشه در یک دقیقه و ثانیه از دست سختی و تکلیفی از او چطور میکنن. امروز هیچ کس پیری را خوش نداره، اینقدر سالات تیر میشه ولی بازم امو پیرا را که بگوی پیر هستی میگه نه من نیستم، بیا قطمه بیدو میکنی یا نه. حتی پیری نامیشه به خود نمیپسنده، لیکن روز میرسه که حالت اینطور عذاب سخت است. السماء منفطر به، آسمان پاره شونده است به، یعنی در او روز آسمان پاره پاره میگرده. کان وعده مفعولا، وعده الله تبارک و تعالی شدنی است. اینطور نگویی که کی میشه و چطور است. ان هذه یقینا مضمونی سورت تذکرتون نصیحت بلیغ است، یادآوری است، بیدار کننده است، هشدار دهنده است. هر معنا را در تذکره گرفته میتونی. چرا این مضمون انسان بیدار میکنه واقعا. اینطور روز در پیش روی ما آمده رو است، چقدر آمادگی گرفتیم، چطور خدا نجات میدیم. الله که آدم بگیره کدام طرف خدا خلاص میکنه. فمن شاء اتخذ، پس کسی که میخواه اتخذ میگیره الی ربی، به سوی پروردگار خود، سبیلا را. بس هر کس که روز در یاد خود میاره راه الله را انتخاب میکنه. راه الله کدام است؟ و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه. هذا صراط مستقیما و چی؟ هذا اشاره به عبادت یک الله است که توحید فی العبادت است. او را صراط گفته. در قرآن اشاره شده ان هذا صراطی که قرآن راه است مستقیم. این ان هذا صراطی میشه. تابعداری پیغمبر از صراط مستقیم گفته. از او خاطر آلی که وقتی حالت بشنوه، آلی هر کس در اختیار خودش است که کدام را انتخاب میکنه. از اینمی ساعت به بعد او چی میکنه، کدام طرف میلش است، رغبتش است، رجوعش است، چی کارا را انجام میده. الله تبارک و تعالی ما را در دنیا آگاه میکنه که اینطور عذاب است و از اینجا بعد خلاصی و نجات از او منوط و موقوف به دنیاست که در دنیا تو کدام راه را انتخاب میکنی. از اون خاطر است که ضرور است که ما راه حق پیدا بکنیم، اون راهی که ما را به الله میرسانه، راهی که به الله ما را میرسانه، به الله نزدیک میکنه، به الله محبوب میکنه. او تابعداری کیست؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر کس راه غیر پیغمبر اختیار میکنه به الله نمیرسه، محبوبی الله نمیگرده و نه نجات برای از او حاصل میشه اگر راه پیغمبر اعلام میکنه. اما راه پیغمبر ما در تلاشش هستیم، در جستجویش هستیم. کدام وقت سوال کردیم که راه پیغمبر کدام است، در کدام مورد راه پیغمبر چی رقم است. ما خو قرار نشستیم احادیث پیغمبر ذخیره شده در کتابا، الا که برای دوره و حفاظت مذهب در مدارس خوانده میشه برای چند تنی محدود در چندین میلیون نفوس. دیگه حدیث پیغمبر کس نمیشناسه، نه در مسجد گفته میشه، نه کسی پرسان میکنه و نه کسی جستجویش میکنه، نه ای گپا نیسته. خیر چطور راه الله را پیدا کنیم؟ چه قسم آیا ما مسئولیت نداریم؟ اینجا ما کدام راه را باید بپیماییم؟ اما راهی که حق است، راه حق است کجا معلوم میشه؟ ان ربک یعلم، یقینا پروردگار تو خوب میدانه، انک تقوم که تو استاد میشی برای عبادت الله، ادنا من ثلثی اللیل، کمتر یا نزدیکتر، من ثلثی اللیل در دو ثلث شب، یعنی که شب سه کنی در دو سه شب تو قریب از او قیام میکنی، تهجد میخوانی و نصفه گاهی نصفش قیام میکنی و ثلثه گاهی سوم سه و طائفه من الذین معك، یک جماعت از کسانی که امرای توسته و هم قطعی توی نمی قسم عبادات انجام میده. والله یقدر اللیل و النهار، الله اندازه میکنه شب و روزه. دو معنا داره. الله است که اندازه میکنه شب و روزه، یعنی در اجزای شب کمی و زیادی میاره، در اجزای روز کمی و زیادی میاره. این کاری الله است. کسی نمیتونه که بخواست خود شب بخواد دراز باشه دراز شوه، اگر بخواد کوتاه شوه کوتاه شوه. نه، این دخواست کسی نیست، این الله تبارک و تعالی مقدر کرده. یک معنا است. دوم، والله یقدر اللیل و النهار، الله اندازه میکنه شب و روزه برای عبادت، برای هر کس عبادت متناسب در اوقات متناسب الله سر ما مقرر کرده. کل روز ما را مامور نکرده که باید ما عبادت الله را بکنیم، نه، برای ما موقع میده استراحت بکنه، قطع اهل و عیال خود بشینه، دل خوش کنه، بره پشت نفقه و رزق حلال بگرده، لیکن اوقات عبادت بکنه. سریامی قدر گپام که تو عبادت الله را نبکنی، بسیار سخت است. اینجا خو پیغمبر و صحابه با این قدر محنت
که در سنگر بودن، در دعوت بودن، فقر و فاقگی هم دامنگیرشان بود، در کلی حالتا بازم تهجد عبادت الله را میکرد. ما تو چی کردیم؟ از ما تو خو نوافل رفته قیام شب و تهجد خو رفته، فرائض نمیخوانیم. اگر میخوانیم با تاسف که تکمیل نمیشه. او فرائض به مو وجه که در حدیث ثابت است انجام داده نمیشه. در مساجدتان که ببری نماز به وجه درست نیست. خیر چطور ما دعوا کنیم؟ و علم ان لن تحصوه، معلوم کرد الله تبارک و تعالی ان لن تحصوه که شما پورا کرده نمیتانی او را. فتاب علیکم، پس رجوع رحمت کرد الله تبارک و تعالی از جهت و مشقت و جسمی و روحی که بر بالای شما بود. فتاب علیکم، رجوع رحمت کرد بالای شما. حکم فرضیت قیام اللیل است تو از بین برد، بلکه همونطور حالت استحبابی و سنت بودن باقی مان. از او خاطر یک معنایش است. یا فتاب علیکم، رجوع رحمت کرد بالای شما، که اجزا خستاندن در اختیار شما قرار داد که اگر برتان تکلیف نباشه بخیزه، اینطور حتمی نیست. فقرأوا، بخوانید ما تیسر به قدر که آسان است من القرآن، از قرآن کریم. بس هر قدر که آسان است از قرآن کریم، ولو هر قدر وقت در بر میگیره، اما قدر بخوانی. این ضرور نیست که حصه را تکمیل کنی. علم ان سیکون منکم، دانست الله تبارک و تعالی که می باشه از شما مرضا، مریضا، کسایی که طاقت و توان نداره. و آخرون دیگه مردم یضربون، که سفر میکنه فی الارض، در روی زمین، برای جهاد. یبتغون من فضل الله، یا برای کسب مال و نفقه، که طلب میکنه از فضل احسان الله. معلوم شد طلب رزق حلال هم این طلب احسان الله است. و آخرون دیگه مردم شما یقاتلون فی سبیل الله، جهاد میکنه در راه الله تبارک و تعالی. خسته و ذله می باشه. فقرأوا ما تیسر منه، شما بخوانی او مقداری که تیسر آسان است منه از قرآن کریم. و اقیموا الصلاة، خب بله نماز خب بخوانی، طور نمازی نباشه که محض نامیشه بکنی، بیگار کشواره. و اقیموا الصلاة، نماز خوب درست برابر کنی، رعایت خشوع خضوع شرایط سنن مستحباتش بکنی. و آتوا الزکات، شما بده حصه مقرره که در مالتان است. این خود صورت مکیسته. زکات چطور اینجاست؟ از همون خاطر بعضی علما میگه واتو زکات، شما بودی پاکیتانه، یعنی اینجا مراد عقیده را پاک بسازه. این زکات مالی نیست، لیکن قول راجح است که زکات هم قرین نماز است. الله در مکه معظمه فرض کرده بود، لیکن مقدار و امر ادای از او را در مدینه منوره چی کرد؟ روان کرد. اونجا باز مامور شدن که بپردازه. و اقرضوا الله قرضا حسنا، بده شما به الله تبارک و تعالی قرض حسنه تشریح کرده بودم براتون پیش در سوره حدید. یعنی بده برای دین الله یا برای حاجتمندا که و نیاز داره، به خاطر الله بده که مثل دادن به الله است. و ما تقدموا لانفسکم، آن چیزی را هو عملی خیره که شما پیش میفرستی، لانفسکم برای نفسایتان، من خیر، از هر امری که موافق قرآن و حدیث باشه، تجدوه شما میابی ثوابشه، یا عین یمی عمله عند الله، بنزد الله تبارک و تعالی در روز قیامت، هو خیرا، ای بهتر است، و اعظم اجرا، خیلی بزرگ است از نگاه اجر که شما پیش در حالت زندگیتان عمل انجام میده، این براتون بهتر است. یا اون چیزی را که شما پیش میفرستی برای نفسایتان، یعنی در حالت حیاتتان کارهای خوب کرده رایسته، یم از نگاه خیلی بهتر است، چرا به دست خود عمل انجام داده. و خیلی عظیم است از نگاه اجر، چرا که در این صورت تو خودت محنت کشیده، تکلیف کشیده، و الله تبارک و تعالی ثواب زیاده برات میده. واستغفر الله، بخشش طلب کنی از الله تبارک و تعالی. یقینا که حق عبادت الله را انسان نمیتونه در پای تکمیل ادا کرده بتانه. از کمی و کوتاهیتان، از لغزشاتتان شما بخشش طلب کنی از الله تبارک و تعالی. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی غفور، مهربان است، میبخشه کمی و کوتاهی را، رحیم رحم میکنه آینده را. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا إننا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، صلى الله عليه وسلم.